سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک. سلام عرض کردم، شب و روز همگی به خیر. آقا هرچی این طوفان قاطع تو منطقه بالا میگیره وضعیت مزاجی ولایتم طوفانی تر میشه. یعنی الان طوری قاط زدن که اصلا معلوم نیست کی به کیه. از یه طرف عمامه ها رو چسبیدن که مبادا تو این طوفان به باد فنا بره. ما حمله هوایی جنگنده های خارجی به مناطقی در یمن رو نقض تمامیت ارضی این کشور می‌دونیم. اینکه وقتی کشورها با نادیده گرفتن منشور سازمان ملل اقدامات خودسرانه ای رو انجام بدن در منطقه در راستای صلح و ثبات و امنیت بین المللی ارزیابی نمیشه. ظاهراً دو ریالی این جانور هراسان افتاده و فهمیده که هوا پسه. به خاطر همینم هست که به جای شاخشونه کشیدن دلسوز صلح و ثبات و امنیت بین المللی شده. از اون طرفم شیخ نالانی مثل آخوند صدیقی به ناگهان به فکر رأی مردم یمن افتاده و حول و ولای ولی فقیه و اینجوری رله کرده. و اما مسئله یمن که هم ما امید داریم مردم مقاوم بصیر یمن یک انقلابی کردن، یک قیامی کردن و خواستن خودشون صاحب رأی باشن، خودشون انتخاب بکنن و رئیس جمهور وقت تعهداتی کرد، عمل نکرد، فراری شد، استعفا کرد، ریاست جمهوریش قانونی نیست و مردم که میخوان خودشون کمیته های مردمی تشکیل دادن و در این مدت نشون دادن که بصیرت لازم رو، تجربه لازم رو دارن، میتونن خودشون کشور خودشون رو اداره کنن. حالا یک ائتلاف مصنوعی که پس قضیه اسرائیل است و امریکا. اگه این ائتلاف مصنوعیه پس ائتلاف واقعی چیه؟ نکنه هلال شیعیه؟ حالا از همه اینا مسخره تر وضعیت سفیر آخوندا تو سازمان ملله. یکی فکر آثار هنری و فرهنگی یمنه، تازه آماده مبارزه با تروریسم هم هست. نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت ایران همواره شریکی مهم در مبارزه با ترور و خشونت است. غلامعلی خوشرو گفت ایران تخریب مساجد و اماکن مقدس، کلیساها، معابد و از بین بردن آثار فرهنگی و هنری را محکوم می‌کند. نماینده ایران در سازمان ملل گفت سیاست‌ها و راهبردهای ناسازگار و ناهماهنگ در مواجهه با گروه‌های تروریستی موجب تقویت آنهاست. غلامعلی خوشرو گفت تعهد واقعی برای مبارزه جدی و فراگیر علیه تروریسم ضروری است. بگی منو، این دیگه اسمش چرخش مداری نیست، چرخ گوشت مداریه. یعنی معلومه عظما حسابی گوش کوبیده شده. اصلا آقا من هیچی نمیگم، شما خودتون جواب اون یارو بروجردی به رئیس جمهور ترکیه رو ملاحظه کنید، همه چی دستگیرتون میشه. اظهارات رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه ایران به دنبال حاکمیت شیعه است حتما نکته غلطی است. ما پیوسته به کشور اسلامی همسایه خودمان احترام گذاشتیم، اما این موضع‌گیری ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتما مردود است. قاطعیت باش، رئیس جمهور ترکیه برگشته گفته گورتون رو از منطقه گم کنید، بعد این میگه این موضع‌گیری ها قابل قبول نیست. خب ترسیده دیگه، منظورم اینه که کپ کرده، یعنی فهمیده که وضعیت خیلی قراش میشه. اگه تو این اوضاع و احوال داد و قالی هم از این جونه برای حکومتی دیدید، بدونید که قمپوز دوغکیه. وقتی سنبه پرزور میشه آخوندا جا میزنن. بله آقا جون، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. کرباس ولایت جل خورده و تا ته داستان میره. سال 94
سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک.